مهارت خلبان در فرود سالم هواپیمای بدون چرخ. خلبان پرواز مشهد زاهدان که موقع فرود متوجه نقص فنی و باز نشدن یکی از چرخ‌های عقب هواپیما میشه، با آرامش و مهارت 1 ساعتی در آسمان زاهدان گشت میزنه و بعد از کم شدن سوخت و پایین اومدن احتمال آتش سوزی هواپیما رو سالم به زمین می‌نشونه. خوشبختانه هواپیما بعد از این مدت، یعنی 1 ساعت و چند دقیقه، تونست به سلامت به زمین بشینه. خلبان بسیار کار قشنگی انجام داد. توی باند هواپیما رو که پیاده کردش به سمت خاکی کشوندش که هواپیما زیاد مشکلی پیدا نکنه. کار خلبان خوب بود. با صحبت‌هاش یکی میگفت شما ظاهر امام رضا هستین و خود امام رضا شما رو کمک می‌کنه، یعنی دلداری میداد. تشکر زیاد از پرسنل این هواپیما که با چه آرامشی به ما آرامش دادن که خوشبختانه بدون که یه ذره اتفاق کوچیکی بیفته همه به سلامت بیرون اومدیم. به دلیل نداشتن یک چرخ و مهارت خلبان هواپیما رو به سمت چپ باند منحرف کرد و هواپیما تو خاکی زمین خورد. بال هواپیما آسیب دید، چرخش هم شکسته ولی به مسافرها هیچ آسیبی نرسید.